نهایت نامردی این است که با دختر وعده ازدواج میکنی و بعد از آنه که با تو باور کرده دل میبندد او را ترک کرده قلبش را میشکنی. این برای دختر خیلی سخت است. متاسفانه هستند به نام جوانمردانی که با دختران درون خانه که خیلی با شرم و حیا و با عفت و پاکدامن هستند رابطه های نامشروع می کنند. از پس آنها خیلی می دوند و کار کرده آنها را به دام خود می اندازند. بدبختی آنها را ببینید که در محله اگر یک دختری با حیا و با ایمان باشد کار کرده همان دختر را فاسد می کنند. با احساسات آنها بازی کرده وعده ازدواج می کنند. آنها را به خلوتگاه می کشند و با آنها هر کاری بد و ناروا را انجام می دهند. و بعد از آن به دوستان و رفیقانشان می گویند که فلان دختر عروسی من است و من با او در فلان جا چنین و چنان کردم. با آنها رسم گرفته در صحیفه های خود می گذارند و به دوستان و نزدیکانشان می فرستند. و همین طور آبروی دختر و خاندان او را می ریزند. آنها چنان پست و فرومایه هستند که وقتی خواستهشان را گرفتند و ناموس دختر را لکه‌دار کردند او را ترک کرده از پس دختری دیگری می شوند. و دختر هم که بعد از این که با چنین کارهای حرام عادت می کند دست به دست مردان بوالهوس می شود و بعدا هم نامش را می گذارند فاحشه. با چنین نامردها گفتنی هستم که از الله مقتدر بترسید و با احساسات و آبروی دختران مسلمان بازی نکنید. بیش از این در روی زمین فسادی را پهن نکنید. پیش از آن که با دختر و خواهر شما چنین رفتار شود از این گناه بزرگ توبه کرده به سوی الله بازگردید. فراموش نکنید که الله متعال هیچ کسی را بی جزا نمی ماند. پاک است خدایی که مهلت می دهد ولی بی جزا نمی ماند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.